دوستان عزیز، نمیدونم چرا چند وقتی هستش این سوزن ما گیر کرده روی این رسانه های آبدوخیاری امریکایی و اسرائیلی و انگلیسی و اپوزیسیون های فیکی همچون مسیح علی نجات. واقعا اگر تیم پشت پرده وقت بکنه و بشینه این رسانه ها رو نگاه بکنه، مثل آب خوردن از اینا سوتی میگیره و اینها راحت اسکی میکنن از سادگی مردم. و مسیح علی نجات هم یه چند وقتی هست ما اومدیم ویدیوهاشو ببینیم این مثلا چی پخش میکنه. دونه بدونه این ویدیوها پر از سوتیه. یکی از ویدیوهایی که معمولا چهارشنبه ها مثلا نجات پخش میکنه، چهارشنبه های سفید هستش و خانم ها رو نشونده، معمولا هم انگلیسی اون پستاش رو ترجمه میکنه و میذاره، زیرنویس انگلیسی میذاره. اصلا یه فکر نکنید که ربط به بنیاد بی بی جی داره که خانم مسیح علی نجات از سال 2018 تا سال 2016 توی عرض 2 سال یه بار $81,000، یه بار $86,000، یه بار $175,000 و یه بارم $89,000 پول گرفته. این سایت هم سایت بنیاد شفافیت امریکا هستش که هر کسی پول میگیره اینجا باید ریجستر بشه. خانم مسیح نژاد هم مستثنا نیست و اصلا فکر نکنید که انگلیسی میزنه که اونا متوجه بشن و بخوان پول بیشتر بدن، اصلا برای خانوم هاست. اما این ویدیو جالبه، داخلش میاد اول میگه که مردم فضول دارن ما رو نگاه میکنن. یه همچین صحبت ویدیو رو بشنوید، من تحلیل میکنم براتون. امروز چهارشنبه است، نه به اجاب اجباری. اینجا مالی آباد شیرازه. مردم فضول هم کمشه. مردم فضول هم که همیشه یا منظورش هستش یا میخندن یا تیکه میندازن یا دارن یه حرکات دیگه میکنن، غیر از این منظور دیگه ای نداره که جملهش رو میخوره. اما اینجا تصویر کات میشه، میبینید میره تصویر دوم، زیرنویس انگلیسی داره، ادامه میده. اینجا شیرازه، ما داریم مسیر طولانی رو پیاده روی میکنیم. مردم هم هیچ عکس العملی نشون نمیدن. مردم هم هیچ عکس العملی نشون نمیدن. ما نمیدونیم قسم حضرت عباس تو باور کنی یا دم خروس تو ویدیو قبلی میگی که مردم همیشه در صحنه جمله‌تو میخوری، بعد اینجا میگی هیچ واکنشی نشون نمیدن، یعنی مثلا میخوای همیشه عادی جلوه بدی. حالا بحثی نداریم. بعد از اینکه این جمله رو میگه به صدای آمبیانس محیط گوش بدید که صدای خنده هم میاد. انگار عادی شده واسهشون. دوربینمو از ما. خب به هر حال اگر میخوای خانم مسیح نجات مبارزه بکنی با یه چیزی، بهتر هستش که با واقعیت ها روبرو بشی و همه چیز رو واقعی نشون بدی، نه با این سیاه‌نمایی ها که بدتر اعتبار خودت رو زیر سوال ببره. و من اگه بشینم تمام ویدیوهای شما رو تحلیل بکنم، میشه 1000 تا سوتی از ویدیوهای شما گرفته. این خانم شاپرک هم خب اصلا یه ویدیو ازش در اومد که مردم رو به صرف صبحونه تو روز رأیگیری زمانی که اصلاحات میخواستن رأی بیارن منتشر شد. حالا بگذریم. مرسی.